بینندگان عزیز، بار دیگر سلام. ساعت به وقت شهر پراگ رسیده است تا برنامه اخبار آزادی کمتر از 3 ساعتی دیگر باقی میماند. در این فاصله وقت شما را با سرخط موضوعی برنامه من عبدالله اشرف آشنا میکنم. شکل کامل این و دیگر موضوعهای جالب را در برنامه اخبار آزادی خواهید دید. دخل و خرجتان را برای همه آشکار کنید. امروز در شهر دوشنبه اجلاسی 17 مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان برگزار شد. در این اجلاسی همه اعضای مجلس ملی و حکومت شرکت ورزیدند. وکیلان مجلس از جمله همه تشکیلات‌های غیر دولتی را در تاجیکستان وظیفه‌دار کردند که گزارش در مورد دخل و خرج مالیاتشان را آشکارا در سامانه‌های خود نشر کنند. در این مجلس وکیلان مسائل مهم دیگر را نیز بررسی کردند و جریان مجلس را همکاران ما در شهر دوشنبه نیز نظارت داشتند. منتظر باشید در برنامه اخبار در مورد مهمترین نکات مجلس امروزه گزارش خواهیم داد. کابل باز هدف حمله سلاح به دستان قرار گرفت. روز گذشته جنگجویان به بناهای حکومتی در شرق پایتخت افغانستان حمله کردند. تیرپرانی 8 ساعت ادامه کرد که در نتیجه برخورد مسلحانه کمش 43 نفر کشته شدند. بنابر خبرها 10 نفر دیگر هم مجروحند. این حمله در کجا و چگونه صورت گرفت؟ تشکیل کنندگانش کیستند؟ در برنامه اخبار آزادی در مورد این حمله خونین و پرقربانی برایتان گزارش خواهیم داد. از جماعت یهودیان در تاجیکستان افرادی به شمار ماندند، اما آنها هم که هستند میکوشند عرف و عادت، زبان و فرهنگ و دین خود را حفظ کنند. در برنامه امروز گزارش خواهیم داشت از زندگی جماعت خردی یهودیان در تاجیکستان و یگانه عبادتگاه کنیسه آنها در شهر دوشنبه. ما را در پخش مستقیمی برنامه اخبار آزادی همراهی کنید. این گزارش را با هم میبینیم. تجلیل سال نو در مکتب‌های تاجیکستان روا است و یا ممنوع؟ برخی مسئولین مکتب‌های میانه در مناطق تاجیکستان گفتند که به آنها گفته شده است که سال نو را در داخل مکتب‌ها تجلیل نکنند، ولی وزیر معارف و علم تاجیکستان میگوید برای منع کردن تجلیل از سال نو در مکتب‌ها دستور و یا قرار به اداره‌های معارف و مدیران مکتب‌ها ارسال نشده است. پس محدودیت در تجلیل سال نو خودسری مسئولان در محل هاست و یا سبب در دیگر جا است؟ منتظر باشید، در برنامه برایتان خواهم گفت. بیننده ارجمند، تا کمتر از 3 ساعتی دیگر برنامه اخبار آزادی را مستقیما و یا هم ثبت آن را در آزادی ویدیو صحیفه ویژه ما در شبکه اجتماعی یوتیوب تماشا کنید. پخش مستقیم برنامه ما همچنان در وبسایت رادیوی آزادی www.azadi.org و هم صحیفه های ما در شبکه اجتماعی فیسبوک و ادناکلاسنیکی دسترسند.